چه مسخره بازی همش توش نوشته؟ یه همه چیز رو از دو جنس آفرید. همه چیز از دو جنس آفریدی. میگه که از هر چیزی دو جفت آفریدیم. باشد که شما متذکر شوید. شما از هر چیزی دو جفت آفریدی. خاطر سرت با این جمله بندی. باید حداقل از هر موجود زنده‌ای دو جفت آفریدی. آقای فصاحت، آقای بلاغت، کل شیء کهکشان راه شیری یه جفت دیگه هم زده. پارالل یونیورس. در سال 1953 جیمز واتسون یا فرانسیس کریک دانشمند انگلیسی با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس ساختار دو رشته مارپیچی دی ان ای را کشف کردند. این ساختار شامل دو رشته مکمله که از این طریق به هم دیگه وصل میشن. این کشف نشون دهنده وجود زوجیت در سطح مولکولی و زیستیه. ادوین آبل با استفاده از تلسکوپ مانت ویلسون کهکشان اندرومدا یا MC01 را کشف میکنه و ثابت میکنه این کهکشان بیرون از کهکشان راه شیریه و یک کهکشان مستقله و دقیقاً شبیه کهکشان راه شیریه. کریستیان شیرینگل دانشمند آلمانی در سال 1973 در کتاب معروف خود به نام راز کشف شده گل‌آ و گیاهان گلدار اولین کسی بود که به طور علمی و تجربی ثابت میکنه که در گیاهان زوجیت وجود داره. و در سال 1923 پل دیراک دانشمند بریتانیایی با کشف پادذره ثابت میکنه که هر ذره در جهان دارای جفت یا همتایی است و به خاطر این کشف علمی بزرگ جایزه نوبل گرفت و حقیقت علمی شگفت انگیزی را آشکار میکنه که همه چیز در جهان بر اساس زوجیت خلق شده. و چه زیبا خداوند 1400 سال قبل در آیه 49 سوره ذاریات می‌فرماید از هر چیز زوج آفریدیم، شاید پند گیرید. قضاوت با شما.